به نام خدا. ابوالفضل اسلامی هستم، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه یزد و مدیر مرکز همآفرینی و نوآفرینی بتون شرکت همیار بتون شیرکوه. امروز می‌خوایم در مورد یکی از پارامترهای اصلی در سازهای بتونارم با شما صحبت کنم. در واقع ببینیم ملاک و معیار پذیرش بتون چی هست. ملاک ارزیابی بتون در پروژه ها باید مقاومت فشاری 28 روزه نمونه استوانه استاندارد باشه، یعنی همون مقاومتی که در طراحی ساز در نظر گرفته شده. در تفکر عامه مردم معمولاً عیار سیمان به صورت ملاک ارزیابی بتون در واقع مشخص میشه، ولی واقعیت این است که عیار سیمان یکی از پارامترهای تاثیرگذار در مقاومت فشاری هست و به هیچ وجه قابل سنجش و ارزیابی نیست. پس عیار سیمان معیار خوبی نیست. ملاک معیار باید همون مقاومت فشاری 28 روزه نمونه استوانه استاندارد باشه. دقت داشته باشین، نمونه استوانه استاندارد. نمونه استوانه استاندارد در واقع یک نمونه‌ای هست استوانه‌ای شکل به ابعاد 100 میلیمتر در 200 میلیمتر یا 150 در 300 میلیمتر. مقاومت یک نمونه آزمایش بتون در حقیقت میانگین حداقل 2 نمونه استوانه 150 در 300 یا 3 نمونه استوانه 100 در 200 میلیمتر هست. البته طبق ویرایش 2025 آیین‌نامه ACI 318 در هر دو حالت 2 نمونه کفایت میکنه. محل نمونه برداری بر اساس مبحث 9 مقررات ملی ساختمان محل مصرف نهایی بتون هست. یعنی در واقع شما باید نمونه‌هاتون رو از خروجی پمپ بردارید. در مورد تعداد نمونه ها هم حداقل 1 نمونه در هر نوبت کاری، 1 نمونه در هر 30 متر مکعب بتون ریزی، 1 نمونه در هر 50 متر مربع سطح دال و دیوار، 1 نمونه در هر 100 متر طول تیر و کلاف در صورتی که مجزا بتون ریزی شوند و 1 نمونه در هر 50 متر طول ستون. البته آیین‌نامه ذکر می‌کند که در هر ساز حداقل 6 نوبت نمونه برداری باید صورت گیرد. در مورد ضوابط پذیرش بتون خب ما 2 تا شرط داریم. اول اینکه میانگین مقاومت هر 3 نمونه متوالی نباید کمتر از F'(C) باشد و شرط دوم مقاومت هیچ کدوم از نمونه ها نباید کمتر از 0.9 F'(C) باشد. و البته نکته قابل تأمل اینجاست که اگر فقط شرط بند 2 برآورده شود، یعنی مقاومت هیچ نمونه‌ای بیش از 10% با F'(C) اختلاف نداشته باشه، شما میتونید بتون رو از نظر سازه‌ای قابل قبول تلقی کنید. در غیر این صورت باید شرایط بتون کم مقاومت بررسی بشه. به عنوان مثال اگر مقاومت طراحی هدف ما CC باشد، یعنی مقاومتی که طراح برای طراحی سازه در نظر گرفته 30 مگاپاسکال باشه و نتایج آزمایش به فرض 28, 29 و 27 مگاپاسکال باشه، درست هست که شرط 1 برآورده نمی شود ولی شرط 2 برآورده شده، یعنی مقاومت هیچ نمونه‌ای کمتر از 0.9 F'(C) نیست و این بتون از نظر آیین‌نامه و از نظر مقاومتی قابل پذیرش هست. اما اگر به طور مثال یکی از نمونه ها نتایجش 26 مگاپاسکال شد، با توجه به اینکه مقاومت نمونه‌ای که نتیجهش 26 مگاپاسکال شده بیش از 10% با F'(C) هدف ما اختلاف داره، این بتون دیگه قابل قبول نیست و قابل پذیرش نیست. اما ببینیم شرایط بتون کم مقاومت چی هست. اگر بتون ما جواب نداد، در واقع مشمول شرایط بتون کم مقاومت هست که در این صورت در صورت کاهش قابل ملاحظه مقاومت در محاسبات
باید مغزه گیری بشه از نواحی که مشکوک هستیم. در مورد مغزه گیری یا کورگیری هم حداقل 3 مغزه باید از هر ناحیه کم مقاومت گرفته بشه و ضوابط پذیرش مقاومت بتون در آزمایش مغزه گیری به این صورت هست که میانگین مقاومت 3 مغزه باید حداقل 85 صدم اف براین سی باشه و مقاومت هیچ مغزی نباید از 75 صدم اف براین سی کمتر باشه. در مواردی که مقاومت بتون بر اساس مغزه گیری جواب ندهد، باز مهندس ناظر میتونه دستور ارزیابی مقاومت ساز رو بر اساس روش تحلیلی یا آزمایش بارگذاری بدهد یا هر دستور دیگه‌ای صادر کند. و دقت داشته باشین دوستان، در صورتی که ارزیابی مقاومت ساز جوابگو نباشد، ساز نیاز به تخریب نداره، الزاماً تخریب لازم نیست، نیاز به مقاوم سازی داره، البته به شرطی که ضوابط حداقل مقاومت بتون ارضا شود که این حداقل مقاومت برای سازهای با شکل‌پذیری کم و متوسط 20 مگاپاسکال هست طبق مبحث نهم و برای سازهای با شکل‌پذیری ویژه 25 مگاپاسکال هست. خیلی ممنون از توجه شما، امیدوارم که مطالب براتون مفید باشه.